خب سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو امروز. آقا اولین مکان اسلحه ما خیلی نزدیکه و مطمئنا خیلیاتون هم میدونی این اسلحه رو. حالا این مکانشو، حالا این مکان ها من دارم به کسایی میگم که تازه واردن. خب اولا میایید تو گروه استرید، هم اول بازی میتونید بیاین، میایید رو سقف اینجا و اینجا میپرین رو اون سقف خونه و اینجا شما حالا جتا واسهتون نیست، یکم مراحل به اینجا تا این جتا هم میاد و اینجا شما یه اسلحه خیلی خفن رو میبینین که من الان دارمش. این اسلحه رو خیلی هم اسلحه خفنیه، بذارید من بیارمش، حالا دیگه نمیخواد. و مکان دوم هم دقیقا چسبیده به همین مکان که بیایم پشت اون خونه، دقیقا تو همین گروه استرید خودمون هم هستش. یعنی دو تا اسلحه دقیقا کنار هم هستن. این همه کلته که حالا واسه تازه واردا که مثلا بخوان حالا یه اسلحه ای رو داشته باشن کارشون رو راه میندازه. ولی مطمئنم خیلی هاتون این مکان رو میدونستید. حالا من بهتون گفتم این مکان و اون مکان دقیقا خیلی چسبیدن به هم. میریم سراغ مکان سوم. خب مکان سوم توی شهر سوم. ببینید مکان سوم شهر سوم. خب ما اینجا حالا تلپورت میکنیم چون که نمیخوام وقت ویدیو خیلی گرفته بشه. اینجاست. حالا اینجا چه نیست؟ what the fuck، اینجا نیست خونه باشه دیگه. نه یه خونه دیگه است. بذار ببینم یه دقیقه. نه این اشتباه فکر کنم اومدیم. بذار ببینم. حاجی اینجا بود. ببخشید بچه‌ها، اینجا بود مکانش. من اشتباهی اومدم. همینجا دقیقا همینجا که اومدم شهر لاس ونتوراست که اینجا بچه‌ها شما میبینید یه گاراژ طوری میبینید که اگه بیاین اینور میبینید که یه خونه است و اینم بچه‌ها بازم مطمئنم بعضیا که نه کسای جی تی ای رو تموم کردن مطمئنم میدونن اینو و چیز تازه‌ای واسه شون نیست. حالا اینو گفتم واسه کسایی که تازه اومدن تو جی تی ای سان اندرس. بچه‌ها اگه شما پروین ویدیو رو بزنید کنار، ولی آخرش یه سورپرایز خیلی خفن اینجا باشه. شما مینیگان میبینین که خفن ترین گان جی تی ای سان اندرس هست. اینجا گان آتیشیه که بچه‌ها توی یکی از مراحل نیاز با یکی از نمیدونم کاراکترهای بازی بیایم اینجا یه مزرعه‌ای رو میاس آتیش بزنیم که مرحله آسونی هم بود و این اسلحه توش بود و اینجا هم این مکان توش این اسلحه هستش. خیلی هم اسلحه خفنی هستش و بچه تیرش هم بی‌نهایته و آر پی جی که اصلا دیگه نیاز به معرفی نداره. مطمئنم همتون میشناسینش، اصلا آر پی جی معروفه و اصلا دیگه نیاز به معرفی نیست. خیلی هم گان خفنی واقعا. آر پی جی هم توی این خونه هستش و اینجوری میتونید بزنید شهر نابودش کنید و قشنگ میتونید اشغال بکنید. بچه گان آخر اینجا خیلی گان داره. یه نه تو کالاف که من بهش میگم SMRS. بچه واقعا تو کالاف فقط اسمش از SMRS یا نه تو جی تی ای سان اندرس هم بهش میگن که بچه این میتونه یه تانک کامل رو منفجر کنه. با اینکه آر پی جی میدونه، اما آر پی جی میتونه ولی با یکم بعد بیشتر بهش تیر بزنه و خیلی قدرت زیادی داره. کسی که کال آف بازی میکنن بهش میگن SMRS. حالا نمیدونم بچه اسمش هم واقعا SMRS یا نه فقط کال آف بهش میگن SMRS بود دیگه. بچه من درست یادم نیست اسمشو، ولی اگه بخوام بگیم یه نوع آر پی جیه خیلی هم خفن و میبینین ترکوندش به و پلیس هم افتاد دنبالم. من چیز زدم و همین دیگه بچه. این هم واسه کسایی که جی تی رو تموم کردن خیلی چیز تازه نیستش، ولی واسه کسایی که تازه جی تی رو شروع کردن و تازه اومدن تو این شهر سوم به درد میخوره. بریم واسه مکان 4 بچه. مکان 4 یه مکان فوق‌العاده خفنه که تو شهر سنفریو فکر کنم بود اسمش، درست یادم نیست بچه. من فکر کنم آلزایمر گرفتم، اسم SMRS فکر کنم درسته. اسم اون آر پی جی درست یادم نیست، نمیدونم درست تلفظش میکنم اشتباهه. اسم شهر دوم فکر کنم سنفریو بود، سنفریو درست یادم نیست بچه. داشت رضا از اون آلزایمر گرفته
مشترک گرامی تبریک میگویم، شما حاضری گرفتید. بچه این مکان شما باید با جت پک بیاین. موقع هلیکوپتر هم میتونین بیاین و خیلی سخته. اگه با کامپیوتر بازی میکنین که چیت راکتمن رو بزنید که حالا الان اسمش هم میاد رو صفحه، راکتمن تو کامپیوتر. اگرم که توی موبایل بازی میکنین با ترینر کلو مثل من راحت میتونین بیارینش. مکانش هم بچه بهتون نشون دادم دیگه، رو همین پل قطاره که خیلی هم پل معروفی هستش و با جت پک راحت تر شما بیاین تا هلیکوپتر، چون که یه جایی که خیلی سخته با هلیکوپتر، با جت پک بیاین آسان تره. من بهتون جت پک رو پیشنهاد میدم. چقدرم حرف زدم. همینجاست، همینجا آقا شاه تمام اسلحه ها. به به مینیگان. و بچه خوبیش اینه که تیراش بی نهایته، بی نهایته، بی نهایته، یعنی اصلا تمومی نداره این گان و بهترین گان توی جی تی ای سن آندرس ثبت شده و میتونین قشنگ همه مردم رو با یه تیر بکشین، با یه تیر. خیلی قدرتش زیاده و ماشینا هم همینطور با یه تیر میترکونه. اصلا عالیه این گان، محشر این گان. چی بگم به تسلا؟ بچه‌ها من دارم شهر رو خراب میکنم. من شهر رو به هم میریزم. واقعا من شهر رو خراب میکنم. ببین چه قدرتی داره این گان، بهترین گانه. و بچه‌ها امیدوارم از مکان‌ها لذت برده باشین و با گان‌ها عشق کنید. بدرود.